سلام بچه‌ها، با یه ویدیو دیگه با من خیلی خوش اومدین. لایک و یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب موضوع امروز ویدیومون اینه که چطوری به هر چیزی که میخوام برسم. هر چیزی که میخوام رو چطوری باید بهش برسم. در مرحله اول شما ببین که آیا واقعا اون چیزی که میخوای رو واقعا میخوای یا صرفا همینطور فقط میخوای که داشته باشی. در مرحله دوم هم ببین که اون رو برای چی میخوای. دلیل این که تو اون ماشین رو میخوای، دلیل این که تو اون کار رو میخوای، تو اون شیء رو میخوای، اون چیز رو میخوای چیه؟ چرا میخوایش؟ برای چی میخوای؟ چه دلیلی داره که تو اون رو میخوای؟ چه چیزی درون تو وجود داره که خواستار اونه؟ چرایی چیزی که میخوای رو پیدا کن. پیدا که کردی همون چرایی رو میگیری و با همون چرایی برای به دست آوردنش ادامه پیدا میکنی. ادامه میدی در واقع. برای اینکه اون رو به دستش بیاری، برای اینکه اون چیزی که میخوای رو، اون ماشینی که میخوای رو، اون خونه‌ای که میخوای رو، اون هر چیزی که میخوای رو برای به دست آوردنش تلاش میکنی. به فرض مثال من ماشین میخوام. چرا ماشین میخوام؟ چون که میخوام راحت برم و بیام. راحت، بدون اینکه بخوام تاکسی بگیرم، بدون اینکه بخوام اسنپی بگیرم، بدون اینکه بخوام منتظر بمونم کسی من رو برسونه. من ماشین خودمو دارم، خودم با ماشینم هر جایی که میخوام میرم، هر جایی که میخوام میام. هر ساعتی که خواستم میرم، هر ساعتی که خواستم برمیگردم. این دلیلیه که مثلا من ماشین میخوام و همین دلیل باعث میشه که من برای داشتن ماشین تلاش کنم. تو به فرض مثال، من به فرض مثال، هر شخص دیگه به فرض مثال یک چیزی رو توی زندگیش میخواد. چرا میخواد؟ به این دلیل، به اون دلیل و به اون دلیل هم این رو میخواد. پس به خاطر این دلیلا شروع میکنه به تلاش کردن برای دست آوردن اون چیزی که میخواد. دقیقاً مثلا همین ماشینی که براتون زدم. تو هر چیزی که میخوای رو توی زندگیت به خاطر یک دلیلی میخوای و باید اون دلیل رو پیدا کنی. اون دلیل رو که پیدا کردی، دقیقاً با همون دلیل برای به دست آوردن اون چیزی که میخوای تلاش میکنی. در واقع خودت رو با اون دلیل قانع میکنی که تو برای به دست آوردن اون همون ماشین، مثل بگم بهتره، تو ماشین میخوای. خب و برای اینکه بتونی راحت بری و بیای اون ماشینه رو میخوای. خب برای اینکه اون ماشینه رو به دستش بیاری، براش تلاش کنی، با این دلیل راحت رفتن اومدن خودت رو قانع میکنی که براش تلاش کنی. برای رسیدن به اون ماشینه تو یک مسیری جلوت هست که اون مسیر رو باید طی کنی که برسی به اون ماشینه، که اون ماشینه رو به دست بیاری. حالا برای اینکه بتونی این مسیر رو کامل طی کنی تا برسی به اون ماشینه، نیازی به یک دلیل داری. اون دلیل رو پیدا کردی، این مسیر رو میتونی ادامه بدی تا آخر، تا برسی. اگر اون دلیل رو پیدا نکنی، دلیلی نداشته باشی، اون مسیر رو یا تا نصف ول میکنی یا کلا نمیری. صرفا همینطوری توی ذهنت، اینطوری که من ماشین میخوام. چرا ماشین میخوای؟ میبینم بقیه دارم، منم دلم میخواد داشته باشم. نه، این دلیلی نیست که تو رو قانعت کنه برای اینکه براش تلاش کنی، برای اینکه مسیر به دست آوردنش رو طی کنی. اوکی، باید یک دلیلی رو پیدا کنی که تو رو قانعت کنه که براش تلاش کنی، برای اون چیزی که میخوای تلاش کنی، که مسیرش رو طی کنی، که به دستش بیاری. و در مرحله دومی که هست، مرحله‌ای که واقعا مهمه بچه‌ها، باید خودت رو لایق دریافت اون چیز بدونی. اینطوری که من چی مگه کم دارم که اون ماشینا رو نداشته باشم؟ من مگه چی کم دارم که نخوام اون چیزی که میخوام رو داشته باشم؟ اون زندگی رویایی که میخوام رو داشته باشم؟ من لیاقتش رو دارم. حق منه بخوام همچین زندگی داشته باشم. حق منه بخوام اون ماشینا رو داشته باشم. حق منه. حق منه. من کمتر از اون ماشینه نیستم. من بد نیستم. من لیاقتش رو دارم. من ارزشش رو دارم. من میتونم اونو داشته باشم. من میتونم تواناییش رو دارم که به اون برسم. اصلا اون ماشینه داره له له میزنه که به من برسه، منو داشته باشه، من بتونم با اون رانندگی کنم، من اون رو برونم. و خودت رو لایق بدونی و خودت رو توانا بدونی برای به دست آوردنش. اگر تو اون مسیر به دست آوردن به فرض مثال ماشینه رو بخوای طی کنی، ولی اینطوری باشی، مدام توی مسیر اینطوری باشی که نه من نمیتونم به دستش بیارم، من نمیتونم، من فلان، توی همون مسیر میمونی و به اون ماشین هرگز نمیرسی. چرا؟ چون تو خودت رو نه لایق میدونی برای به دست آوردنش، نه توانا میدونی.
فقط میخوای، صرفا فقط میخوای که داشته باشی و اون احساس توانستن رو درون خودت نداری. فکر میکنی که ارزش اون ماشین از تو بیشتره، برای همین تو نمیتونی رو داشته باشی. فکر میکنی که تو لیاقت داشتن اون ماشین رو نداری. کلا این باوریه که درون ما کلا انگار که ریشه پیدا کرده، این که مثلا پول برای از ما بهترونه، اون ماشینه برای کساییه که از ما بهترن. تو با هر آدمی که روی کره زمینه هیچ فرقی نمی‌کنی، صرفا فقط با فکرته که فرق پیدا می‌کنی. اون شخصی که اون ماشینه رو به دستش برده، اون ماشینه رو داره، خودش رو در درون لایق دونسته که الان داره. خودش رو کمتر از اون ماشینه ندیده. اون ماشینه رو، اون زندگیه رو، اون چیزی که میخواد رو لایق دونسته، برای خودش لایق دونسته، خودش رو برای داشتن اون چیز لایق دونسته. به خاطر همینه که اون رو داره. اینطوری نبوده که نه اون ماشین برای از ما بهتر. مگه خودت چته که بقیه از تو بخوان بهتر بشن؟ خودت مگه چته که بقیه باید از تو بهتر بشن؟ بقیه هم مثل تو هن، 4 دست و پا، یه مغز و چشم، یه بینی با تو سوراخ. هر شخصی که به هر چیزی که میخواسته رسیده، صرفا ادامه داده و خودش رو برای داشتن اون شی لایق دونسته، خودش رو برای داشتن اون شی توانا دونسته. تو اگر خودت رو توانا نمیبینی، تو اگر خودت رو لایق نمیبینی، به خاطر اینکه باورهایی که جامعه بهت داده رو کاملا پذیرفتی. میشینی اخبار میبینی، به خبر این و اون گوش میدی، به چیزایی که بقیه راجع بهت میگن گوش میدی و تایید میکنی. ظاهرا اگر نباشه درونن هست. یکی بهت میگه زشتی، یکی بهت میگه بابا تو کجا این زندگی کجا باور میکنی. آره من کجا این زندگی کجا، این زندگی برای ما از ما بهترونه و این کاملا اشتباهه و دقیقا همینه که باعث میشه تو نرسی به چیزی که میخوای، چون باور داری که نمیتونی برسی، به خاطر همین هم نمیرسی. ولی اگر نسبت به خودت باوره رو داشته باشی، اگر نسبت به خودت اون احساس لیاقت رو داشته باشی، اون توانا بودن رو داشته باشی، قطعا میرسی به هر چیزی که میخوای. بچه روشی که من تا الان به هر چیزی که میخواستم رسیدم اینه که مینویسم و خودم رو برای داشتن اون شی توانا میبینم و در مسیرش تلاش میکنم. در مسیرش واقعا تلاش میکنم و اگر که احیانا من به اون چیزی که مثلا توی ذهنمه، به اون چیزی که خودم میخواستم نرسیدم، قطعا بعد از اون به بهترش رسیدم. یعنی خدا بهترش رو برای من مد نظر گرفته بود که اون رو به من نداده، بهترش رو بهم داده. به فرض مثال من یادم دوست داشتم با این مجموعه کار کنم، مشغول به کار بشم توی اون مجموعه و بعد از دقیقاً 2 سال بعد از اینکه من میخواستم توی اون مجموعه کار کنم، توی اون مجموعه مشغول به کار شدم و بعد از حدود یه ماه و چند روزی من از اون مجموعه خارج شدم. خودم به خواست خودم از اون مجموعه خارج شدم، با اینکه من قبلا میخواستم که توی این مجموعه مشغول به کار بشم. دلیل این که میخواستم توی این مجموعه مشغول به کار بشم این بوده که من اون حوزه‌ای که اون مجموعه توش مشغول بوده کار میکرده، حوزه‌ای بوده که من واقعا دوستش داشتم و میشه گفت بزرگترین هدف زندگی من بوده، حوزه‌ای که اون مجموعه توش کار میکرده. من توی این مجموعه کار کردم. بعد از اینکه کار کردم اینطور بودم که بعد از 1 ماه و چند روزی اتفاقی افتاد که من اینطور بودم که من میخوام خارج بشم از این مجموعه و خارج شدم. درسته من قبلا اون رو میخواستم و اون رو تجربه کردم، مشغول به کار شدم توی اون مجموعه رو تجربه کردم، ولی بعد از مدت کوتاهی من از اون مجموعه خارج شدم، خودم به خواست خودم، با اینکه من میخواستم که توی اون مجموعه باشم، دوست داشتم که توی اون مجموعه باشم، ولی به خواست خودم خارج شدم. نه اینکه اونطوری که من میخواستم نبوده، نه اینکه چیزی که فکر میکردم نبوده، نه اینکه خودم اصلا حتی من یادم رفته بود که میخواستم با این مجموعه مشغول به کار بشم که یه دفعه کلا اتفاقا افتاد و همه چی اوکی شد که من با اون مجموعه مشغول به کار بشم، دقیقا تو همون حوزه‌ای که میخوام.
یه موقعی تو یه سری چیزا رو میخوای صرفا به خاطر اینکه براشون ذوق داری، صرفا به خاطر اینکه چیزایی هستن که مورد علاقتن، دوستشون داری و دوست داری تجربهشون کنی و بعد از اینکه اونا رو تجربه میکنی اونا رو میذاری کنار. تجربه کردی، چشیدی، فهمیدی چطوری و میذاری کنار. همینه. نه اینکه اون چیز بد بوده، نه اینکه اون چیزی که تجربه کردی، اون کاری که انجام دادی، اون چیزی که به دست آوردی بد بوده، نه اینکه اون چیزی که تو میخواستی نبوده، نه، صرفا تجربهشون کردی چون که میخواستی که تجربهشون کنی، چون که ذوقشون رو داشتی که تجربهشون کنی. بعد از این که تو اونا رو تجربه میکنی میشه گفت ذوقت میخوابه نسبت بهشون و اینطوری که اوکی تموم، میتونم تمومش کنم، میتونم دیگه نه اینکه نخوام که داشته باشم، نداشته باشم. برای من عادیه داشتنش و نداشتنش، بودنش و نبودنش یکیه برای من و اوکی، همینه کلا. ولی تو چیزی که میخوای رو باید نسبت بهش تعهد داشته باشی تا بتونی بهش برسی. نسبت بهش باید چرایی داشته باشی، باید بدونی چرا اون رو میخوای، واسه چی میخوای، واسه چی، چرا میخوای که اون شی رو داشته باشی، چرا میخوای توی اون مجموعه کار کنی، چرا میخوای همچین شغلی داشته باشی، چرا میخوای ماشین داشته باشی، چرا میخوای اون زندگی رویاییت رو داشته باشی، چرا، برای چی میخوای. چراییش رو پیدا کن و با اون چراییش یه طوری میشه گفت ذهنت رو قانع میکنی، خودت رو قانع میکنی که براش تلاش کنی، توی مسیرش تلاش کنی. و اگر الان توی جایگاهی هستی که داری توی مسیر اون چیزی که میخوای تلاش میکنی، توی سر خودت نزن، نگو که نه من نمیتونم. تو داری براش تلاش میکنی، توی مسیرش داری قدم برمیداری، امکان نداره به دستش نیاری. اگر همونو به دستش نیاری قطعا خدا بهترشو برات مد نظر گرفته. با همچین باوری پیش برو، با این باور پیش نرو که نه من لیاقتشو ندارم، نه برای از ما بهترونه، نه خیلی گرونه، نه خیلی فلانه بهمانه. با این باور پیش بری صرفا فقط میخوره به در و دیوار. میرسی ولی دیگه اون ذوقه رو نداری. نه که نمیرسی، میرسی ولی دیگه اون ذوقه رو نداری، ولی دیگه با اون حال خوبه نمیرسی، شاید هم کلا نرسی اگر که بخوای همچین باوری کلا داشته باشی، صرفا فقط توی مسیرش در حال حرکت بمونی. ولی اگر با این باور پیش بری که من قطعا اون چیزی که میخوام رو قطعا بهش میرسم، چرا؟ چون دارم در مسیرش تلاش میکنم، چرا؟ چون که دارم توی مسیرش قدم برمیدارم، چرا؟ چون که میتونم، چرا؟ چون که لیاقتشو دارم، چرا؟ چون که میخوامش، چون که دوستش دارم و دارم توی مسیرش تلاش میکنم. مثلا رسیدنم 100%، نرسیدنم شک داره، حتما میرسم، 100% میرسم. مثلا اگر نرسم خنده داره، چون که دارم تلاش میکنم براش، توی مسیرش دارم قدم برمیدارم. با این باور پیش بری قطعا به هر چیزی که میخوای توی زندگیت میرسی و اگر به اون چیزی که میخوای نرسی قطعا خدا بهترش رو بهت میده توی زمان درست، توی مکان درست. با این باور پیش بری دقیقا هر چیزی که میخوای رو به دستش میاری. و اگر مشکل تو توانا ندیدن خودته، یه ویدیویی که میشه گفت که اولین ویدیو یوتیوب منه رو میتونی بری ببینی، مطمئنم که بهت کمک میکنه. همون رو ببین، مطمئنم که بهت کمک میکنه. و یادت نره که تو برای رسیدن به اون چیزی که میخوای باید چندین مرحله رو طی کنی، یک مسیر رو طی کنی تا اون رو به دستش میاری. تا اگر میخوای جایزه هم داشته باشی، جایزه رو بگیری، جایزه دریافت کنی، هم یه سری شرط و شروط داره که باید اونا رو طی کنی. اون وقت بخاطر چیزی که میخوای، بخاطر زندگی رویایی، بخاطر ماشینی که میخوای، زندگی که میخوای، هر اون چیزی که میخوای، حاضر نیستی 2 قدم تلاش کنی، نیمه مسیر رو طی کنی برای خودت. تو در نهایت فقط خودت رو داری، همین الانش هم فقط خودت رو داری، تو فقط خودت رو داری. تو اگر سرما بخوری اون دردی که تو داری میکشی رو هیچ کس دیگه نمیکشه. اونطوری که تو میتونی خودت رو درمان کنی کسی نمیتونه درمان کنه. اون شادی که تو داری درون خودت با ذوق داری تجربهش میکنی رو کسی نمیتونه همون رو تجربه کنه باهات، اون درون توئه.
برای توه. این زندگی که داری زندگی توه، زندگی خودته. چیزایی که الان داری حق توه، برای خودته. هر چیزی که الان داری تجربه میکنی، همه چیزهایی که اصلا الان داری چیزایی بوده که تو قبلا میخواستی که داشته باشی و الان داری، فقط تو توجه نمیکنی. همیشه اینطوری که نه من اینو ندارم اونو ندارم، به نداشته هات کنم فقط فکر میکنی و ناسپاسی میکنی. به چیزایی که داری توجه کن. همین گوشی که الان داری این ویدیو رو باهاش میبینی، تو قبلا میخواستی که الان داری. همین چشمایی که تو داری به راحتی باهاشون نگاه میکنی رو، همین زبونی که تکون میخوره که تو بتونی کلمه ها رو بدی بیرون، بتونی حرف بزنی، همین ابروهایی که رشد میکنن، ناخنایی که اتوماتیک رشد میکنن، موهایی که اتوماتیک رشد میکنه، موجه هایی که رشد میکنه، بینی که میتونی باهاش نفس بکشی به راحتی. همین نفسی که الان داری میکشی رو، هر آن چیزی که الان داری حق توه و هر آن چیزی که به صورت بیرونی، به صورت حال مادیات بخوایم بگیم، مادیاتی که تو میخوای رو، در واقع مادیاتی که تو میخواستی رو الان داری و مادیاتی که میخوای رو در آینده خواهی داشت. قطعا هر آن چیزی که میخوای رو قطعا تجربه میکنی، به هر نحوی که شده. اگر توجه کنی تجربه میکنی، هر آن چیزی که میخوای رو دریافت میکنی، هر آن چیزی که میخوای رو. پس تو میدونی که قرار هر آن چیزی که میخوای رو دریافت کنی، پس چه بهتر که اونو با حال خوب پیش ببری. آقا تو قرار اون زندگی رویایت رو داشته باشی به هر نحوی که شده، پس چرا به خودت استرس میدی؟ چرا به خودت احساس بد میدی؟ این که نه من نمیتونم داشته باشم، نه فلان، نه برای از من بهتر، نه فلان برمونه. تو در نهایت قرار داشته باشیش، قرار بهش برسی، قرار اونو تجربهش کنی به هر نحوی که شده. اگر توجه کنی. پس چرا اون رو با حال خوب پیش نمیبری؟ برای رسیدن بهش چرا با حال خوب پیش نمیری؟ برای طی کردن این مسیر چرا با حال خوب پیش نمیری؟ با حال خوب پیش بری، قطعا موقعی که دریافتش میکنی اون ذوق اولیت رو خواهی داشت براش. مثل این میمونه که تو به فرض مثال میخوای بری باشگاه، داری میری باشگاه چون میخواستی که بری باشگاه، و توی باشگاه برای اینکه عضله‌ای که داری فرم بگیره، برای اینکه عضله‌ای که داری اون طوری که میخوای فرم بگیره، قوی تر بشه، درد میکشه. اوایل وزنه 1 کیلویی که بلند میکنی، 2 کیلویی، 3 کیلویی، 10 کیلویی که بلند میکنی، این عضله درد میکشه و با این درد کشیدن است که بهش فشار میاد قوی تر میشه. هر چقدر وزنه‌ای که برمیداری سنگین تر باشه، این هم در نهایت قوی تر و قوی تر میشه. و هر چقدر چیزی که تو میخوای نسبت از دید خودت بزرگتر باشه، هر چقدر چیزی که میخوای از دید اطرافیانت بزرگتر باشه، چیزی باشه که دارن بهت میگن که تو نمیتونی، که تو نه بابا برای تو از ما بهترونه، ما اصلا مگه قبلا پدر بزرگامون، مگه قبلا باباهامون بنز سوار بودن، مگه قبلا فلان بوده برامون که الان ما بتونیم، مگر قبلا ما تونستن که ما الان بتونیم؟ آره تونستن. اگر ببینیم اونا نمیتونن ببینن، تو که میتونی ببینی. تو قرار اینا رو، این دردایی که الان داری تجربه میکنی رو الان داری تجربه میکنی صرف این که قوی تر بشی. اگر الان توی مرحله‌ای هستی که داری سختی میکشی، اگر الان توی مرحله‌ای هستی که داری درد میکشی، الان توی مرحله‌ای هستی که داره بهت فشار میاد به هر نحوی، بدون که خدا میخواد تو قوی ترت کنه، بدون که قرار قوی تر بشی که الان داری این رو تجربه میکنی. همینه و از کجا به کجا رسیدیم. موضوع ویدیومون بچه این بود که چطور به هر چیزی که میخوایم برسیم. توی مسیر گاهن ممکنه که به همون فشار بیاد، مثلا به فرض مثال تو داری این مسیر رو طی میکنی برای اینکه برسی به فرض مثال همون ماشینی که میخوای، تو این مسیر رو داری طی میکنی. برای اینکه برسی به این، یه مانع اینجا هست که یکم بزرگه. تو برای اینکه بتونی این مانع رو رد کنی، خدا یک مانع کوچیکترش رو اینجا برات میذاره که بتونی اون رو ردش کنی، که قوی بشی برای اینکه بتونی اون مانع اصلیه رو ازش رد بشی. مثل همون وزن بلند کردن است.
اول 1 کیلو، بعد 2 کیلو، 3 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو. با 1 کیلو شروع کردی که تونستی الان 10 کیلویی رو به راحتی بلند کنی. با 1 کیلویی تمرین کردی، عضلات رو قوی کردی که الان میتونی 10 کیلویی رو به راحتی بلندش کنی. پس برای اینکه تو برسی به هر چیزی که میخوای، یه سری مواقع خدا یه سری موانع کوچیک رو برات میذاره که قوی بشی برای یک سری موانع بزرگتر، قوی تر بشی. نه اینکه نمیخواد برسی، نه، صرفا فقط میخواد تو رو قوی ترت کنه. فقط میخواد بهت نشون بده که تو چقدر قدرتمندی. تو اگر از یک مانع عبور نکنی، نمیدونی که تو قدرت و توان این رو داری که ازش عبور کنی. تو اگر اون وزنه 10 کیلویی رو بلند نکنی، نمیدونی که میتونی این کار رو انجام بدی، میتونی که اون رو بلند کنی، قوتش رو داری، قدرتش رو داری. تو اگر با 1 کیلویی شروع نکنی، نمیتونی 10 کیلویی رو برداری بلند کنی. تو اگر مانع‌های کوچیک رو رد نکنی، ازشون عبور نکنی، نمیتونی مانع بزرگ رو هم ازش رد بشی. پس اگر الان توی مرحله‌ای هستی که همه چی برات سخت شده، همه چی برات طوری شده که اصلا فکر می‌کنی قرار نیست برسی، نه، این طوری نیست بچه‌ها. این اتفاق کوچیکا، این موانع کوچیکا، این موانع کلاً اتفاق میفته که تو قدرت خودت رو بفهمی. خدا میخواد بهت بفهمی که تو چه قدرتی داری، تو چه توانایی داری. اصلا خودت رو دست کم نگیر. تو واقعا قدرتمندی، تو واقعا قدرتمندی. نمیخوام حالا فلسفیش کنم، ولی به نظرم اصلا خودت رو دست کم نگیر هیچ جوره، چون که تو واقعا قدرت انجام هر کاری رو داری. فقط تو انجامش ندادی که فکر میکنی نمیتونی، پس باید تجربهش کنی. یه سری چیزا رو باید تجربه کنی که بدونی میتونی تجربه کنی. یه سری سختی ها رو با هم متحمل بشی که بدونی میتونی که تحملشون کنی. قدرت و توان این رو داری که بتونی همچین چیزایی رو تحمل کنی. هرچند که میگم چیز سختی وجود نداره و این برمیگرده به اولین ویدیومون که گذاشتم که مطمئنم به دردت میخوره اگر بخوای ببینیش. و آره بچه‌ها، هر چیزی که میخواید رو واقعا براش تلاش کنید. چیزی که خودم واقعا همون کار رو انجام میدم و میرسم به هر چیزی که میخوام، همین با احساس خوبه، همین با این دید پیش رفتن مسیر هست که میرسم به هر چیزی که میخوام. مینویسم، توی مسیرش تلاش میکنم و با این باور پیش میرم توی مسیر که من واقعا میتونم که به دستش بیارم. برای منه، سهم منه، حق منه، چرا به دست نیارم؟ اصلا امکان نداره. من دارم براش تلاش میکنم، توی مسیرش دارم قدمامو برمیدارم، پس 100% میرسم. اصلا نرسیدنم خنده داره، چون دارم 100% براش تلاش میکنم. همین کلا اینطوری پیش برید، واقعا به هر چیزی که میخواید میرسید و موضوع ویدیو میکنن از کجا به کجا رسید و به نظرم خیلی قشنگ شد و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.